غلو حجت الاسلام و المسلمین انصاریان در حق فاطمه زهرا رضی الله عنها. این تعریف مانع اغیار و جامع افراد، این تعریف علمیه و یه تعریف منطقی. حضرت زهرا یعنی انسانی که جامع تمام کمالات ملکی و ملکوتی و فاقد تمام عیبها و نقصها. قل یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بگو ای اهل کتاب، در دینتان به ناحق غلو و زیاده روی نکنید و پیرو خواسته های درونی کسانی نباشید که پیشتر گمراه شدند و بسیاری از مردم را به گمراهی کشاندند و از راه راست به بیراهه رفتند. در این آیه و دهها آیه دیگر می‌بینیم که الله متعال ما را از غلو برحذر می‌دارد، اما حجت الاسلام انصاریان را می‌بینیم که چگونه در حق فاطمه زهرا رضی الله عنها غلو نموده و صفات الهی را به ایشان نسبت می‌دهد. ایشان می‌گوید تعریف جامع افراد و مانع اغیار. ما از ایشان می‌پرسیم الله متعال شامل افراد هستند یا اغیار؟ در ضمن از حجت الاسلام انصاریان میپرسیم فرق حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها با الله سبحانه و تعالی از دیدگاه ایشان چیست؟ کفر اگر از کعبه خیزد پس کجا ماند مسلمانی؟ اگر کسانی با لباس و عمامه علم و روحانیت صفات الله را به بندگان او نسبت دهند، پس دیگران چه باید بکنند؟ جناب حجت الاسلام، شما و اساتیدتان خوب می‌دانید که حقیقت چیست، اما الله متعال توفیق صداقت و راستی و تقوا و ترس نصیب فرماید.